یکی زودتر بهم میگفت برای اینکه مرغ داخل سرخکن خشک نشه و همچنین بافت آبدار و لذیذی پیدا کنه، این چند تا نکته رو باید رعایت کنم. اول اینکه مرغ ها باید حتما با پوست باشه، اینطوری روی مرغ خشک نمیشه و پوست مرغ روغن میندازه. دوم اینکه 1 ساعت قبل از پخت روی مرغ با چاقو برش های عمیق بزنید و بعد با زعفرون و نمک و فلفل و آب لیمو و پیاز مزه‌دار کنید و بذارید حداقل 1 ساعت بمونه. سوم اینکه حتما اول پیشگرمایش رو انجام بدید، یعنی سرخکن رو خالی با دمای 200 درجه و به مدت 5 دقیقه روشن کنید و در آخر مرغ‌ها رو داخل سرخکن ارشیا میذاریم و دما روی 180 درجه و زمان 50 دقیقه قرار میدیم و 20 دقیقه آخر مرغ‌ها رو زیر و رو کنید تا هر دو طرفش حسابی پخته بشه. این پست رو بفرست برای کسی که سرخکن داره و میگه مرغ توی ایر فرایر خوب